آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. گرامی، سلام بر شما بیننده برنامه دیدگاه از تلویزیون آریانا افغانستان هستین. به این برنامه خوش آمدین و امید است تا پایان برنامه با ما باشین. این برنامه از طریق فیسبوک همین حالا مستقیم هم نشر میشه و دوستایی که اکانت فیسبوک دارن با ما میتونن که این برنامه را از طریق فیسبوک هم همین لحظه مشاهده کنن. قبل از تقدیم مطالب این برنامه نکات چند میخوام خدمت دوستا و عزیزا و بیننده های گرامی تقدیم کنم. اول، در برنامه ها با در نظر داشت محدودیت وقت عموما سعی می شود به همه بینندگان از هر جایی که به این برنامه تماس میگیرند و سهم میگیرند وقت داده شود و گاهی خوشبختانه تعداد بینندگان و سهم گیرندگان زیاد است که به همه فرصت صحبت داده نمی شود که معذرت ما را از این آیه قبول خواد کردیم. با کمال معذرت هفته گذشته عین مسئله پیش آمد. خواستیم که تعداد زیاد بیننده ها و برنامه سهم داشته باشند. مجبور شدیم که صحبت بعضی از دوستا را مختصرتر بسازیم. از این لحاظ معذرت ما را بپذیریم. دوم، برای برنامه دیدگاه هر بیننده برای این برنامه اهمیت داره و اگر فرصت برای دادن نوبت میسر نمیگرده به مفهوم بی‌توجهی به بیننده نیست. تلفن هایی که ما میگیریم تلفن ها بدون نام و بدون نمبر است. چون این برنامه به همه شما تعلق داره، برای ما فرق نمیکنه که شما کی هستین و از کجا تلفن میکنین. بیننده ما هستین، با اهمیت هستین و محترم هستین نزد ما. بنابراین اگر گاهی اتفاق میفته که تلفن شما بی جواب میمانه، به این معنی نیست که ما طرف مقابل میشناسیم و تلفنش نمیگیریم. نخیر، ما هیچ کس از روی نمره تلفن و از روی نام نمیشناسیم، بلکه به حیث بیننده میشناسیم و او بیننده حق داره که تلفن بکنه، حق داره که نظر خود بده، حق داره که صحبت بکنه. دیگه از بیننده های محترم تقاضا میشه که با در نظر داشت محدودیت وقت و امکان سهمگیرندگان دیگر صحبت خود را تا جایی که خودشان لازم میدانند مختصرتر باشند و به اصل موضوع بدون مقدمات اضافی بپردازند که این هم سبب میشه که نظرشان زودتر بتونه به گوش بیننده ها برسه و هم میتونن برای وقت خود وقت اضافی داشته باشن برای سایر بیننده هایی که تلفن میکنن و بتونن نظر خود اونها هم بدن. اختلاف نظر با محتویات برنامه چی موافق باشه چی مخالف باشه حتمی است و قطعی است و اختلاف نظر به معنای خصومت نیست. اختلاف نظر اظهار عقاید متفاوت است که از این عقاید متفاوت همیشه حقایق بسیار روشنی و حقایق بسیار خوبی بیرون شده که به نفع تمام بیننده ها و نفع تمام شنونده ها خواهد بود و هر کس نظریات متفاوت داره. اما یک موضوع اینجا مطرح هست. ما بارها هم در گذشته عرض کرده بودم که تفاوت نظر به معنای خصومت نیست، تفاوت نظر یا اختلاف نظر به معنای دشنام دادن و توهین کردن نیست. مشروط به ای که کسایی که اختلاف نظر دارن با در نظر داشت اصول آزادی بیان، حق عدم تعرض به شخصیت ها بدون حد حرمت و در قالب کلمات و عبارات موزون و مغایر تمام اصول آزادی بیان که نه تنها خودم به او عقیده دارم بلکه یکی از مدافعین سرسخت آزادی بیان هستم،
آزادانه میتونین نظر خود بتین بدون از اینکه اهانتی صورت بگیره. بنابراین ما در خدمت شما هستیم و امشب هم در خدمت شما هستیم و در قسمت پایانی پروگرام کوشش میکنیم وقت زیادتر برای شما بیننده ها تخصیص بدیم که بتونین نظریات خود و سوالات خود مطرح بسازیم. با عرض این مطالب میرسیم به بخش اساسی برنامه که محتویات یا موضوع بحث برنامه امشب است. همونطور که شما اطلاع دارین و تا به حال از رسانه‌های همگانی، چی از طریق اینترنت است، چی از نگاه تلویزیون است و چی از رادیو هاست و چی از نشرات دیگر، آقای حکمتیار بعد از بیش از تقریبا 20 سال یا 2 دهه امروز به کابل وارد شدن. آمده بودن به لغمان بودن، به جلال آباد، به لغمان و از اونجا به امروز به کابل وارد شدن و بعد از یک توقف مختصر در اقامتگاهی که دولت برایشان تهیه کرده در ناحیه دارالامان، محفلی که برای افتخارشان ترتیب شده بود، به ارگ رفتن و مورد استقبال رئیس جمهور، رئیس اجراییه، آقای کرزی رئیس پیشین، آقای سیاف رئیس نماینده مجاهدین و یا حرکت به اصطلاح حراست و امنیت افغانستان است، فکر میکنم یا صلح افغانستان است نام مکملش، و سایر شخصیت های برجسته چی سیاسی و چی دولتی مورد استقبال قرار گرفتن و یک در محفل در ارگ ترتیب شده بود هم سخنرانی های صورت گرفت که آقای اشرف غنی، خود آقای حکمتیار، آقای کرزی، آقای عبدالله، آقای قانونی و بعضی شخصیت های دیگه هم بیانیه های ایراد کردن و استقبال کردن از آقای حکمتیار. ای که آقای حکمتیار آمدنش در این فرصت در افغانستان چی تأثیرات داره؟ آیا چی موضوع باعث شده که آقای حکمتیار در این وقت به افغانستان تشریف بیارن؟ بعد از مذاکرات طولانیه که تقریبا همونطور که قبلا هم گفته شده بود از ابتدای شروع مذاکرات صلح با جناب آقای حکمتیار تا زمان موافقت نامه که ماه سنبوله گذشته امضا شد یا ماه میزان سال گذشته امضا شد، تقریبا 2 سال در بر گرفت تا این مذاکرات به نتیجه رسید و یک موافقت نامه صلح بین حکومت دولت افغانستان و بین حزب اسلامی آقای حکمتیار امضا شد که بر مبنای این موافقت نامه صلح آقای حکمتیار بالاخره از جاهایی که زندگی میکردن آمدن داخل افغانستان، نخست در لغمان ظاهر شدن و بعدا نخست در جلال آباد و بعدا در لغمان ظاهر شدن و امروز وارد کابل شدن. در صحبت امشب از جناب قاضی صاحب سابقه، جناب مهربان، محمد عمر مهربان که از فارغ التحصیل های فاکولته شرعیات پانتون کابل هستند، مدت در قضا در افغانستان کار کردند، در جبهات جهاد اشتراک داشتند، مهاجر شدن مثل میلیون انسان دیگه و در مهاجرت هم بیکار ننشستن، فعالیت های فرهنگی و سیاسی داشتن، گرداننده برنامه رسالت برای 7 سال در تلویزیون نور بودن و همچنان از 1 سال به این طرف تقریبا به حیث رئیس انجمن دانش در شمال کالیفرنیا هستند و در مجامع و محافل افغانی همیشه شرکت دارند و سهم فعال در خدمت به جامعه افغانی چی در داخل افغانستان و چی در بیرون از افغانستان داشتند. از اینا دعوت کردیم تا امشب با ما در این برنامه و با شما در این برنامه جوانب مختلف آمدن آقای حکمتیار به افغانستان و تأثیرات از این بتانیم بررسی بکنیم. وقتی گفتم که با ما و با شما به این معناست که شما میتونین که در قسمت دوم برنامه تلفن بکنین، سوالای خود مطرح بکنین، نظریات خود بتین. تلفن های ما به خدمت شما هست، شماره های تلفن ما بر روی تلویزیون هست 510 545 80 و 510 745 18 11 و تلفن هایی که میای به اساس نوبت گرفته میتونیم. یک مشکل تکنیکی که ما داریم که خدمت شما عرض بکنم که شاید شما اطلاع نداشته باشین، ما در یک زمان فقط یک تلفن گرفته میتونیم. تلفن دوم اگر بگیریم که با خود باشه، تلفن اولی قطع میشه، مشکل تکنیکی ما همی هست. بنابراین ما میتونیم تنها یک تلفن از شماره 510 545 80 بگیریم و یک تلفن در یک وقت بتونیم از تلفن 510 745 18 11 بگیریم.
یعنی تنها از هر تلفنی که هر نمره‌ای که ما به خدمت شما عرض کردم ما در عین زمان تنها یک تلفن گرفته میتونیم. اگر شما تلفن میکنید اون تلفن شما برداشته شده نمیتونه، این به این معناست که هر دو تلفن مصروف است و به نوبت ان شاء الله تعالی به خدمت شما خواهد رسیدیم. و حالا از مهمان عزیز خود خواهش میکنیم تشکر که تشریف آوردین. آقای مهربان بی برنامه امید است که بخیر با شما بتانیم جوانب مختلف آمدن آقای حکمتیار به افغانستان بررسی بکنیم. موضوع عمده که مطرح میشه همونطور که در مقدمه مختصرم عرض کردم که چرا در این وقت ببینیم که آقای حکمتیار تقریبا 20 سال به بیرون از افغانستان زندگی کردن، به حدود 40 سال یا بیشتر فعالیت سیاسی داشتن و خب اهداف و مرام‌های جداگانه دارن که در طول بحث امشب میتونیم که بررسی بکنیم. سخن‌هایی که گفتن تاثیراتشان رو ببینیم. نظر خودشان است و یک رهبر سیاسی افغانستان حق ابراز نظر، هر گونه ابراز نظر دارن، اما اینکه تاثیراتش چیست و چرا اینا رو میگن و چه اختلافی با موافقت نامه داره، اینا موضوعاتی است که در برنامه امشب بتونیم با همراه شما به طور مختصر یک بررسی بکنیم. اما به نظر شما چرا حال آماده آقای حکمتیار؟ با نام خدا و عرض سلام حضور جناب شما و خلیل جان راغب و تمام بیننده های برنامه خوب شما. خدمتتان عرض کنم که سوال بسیار بسیار مهم و ارزنده را شما واقعا مطرح کرده. آقای حکمتیار در طول تقریبا چنان که شما فرمودین 20 سال، بالاتر از 20 سال از وطن دور بودن و شرایط بسیار مختلفی در وطن بالا و پایین شد که حکمتیار آماده نشدن که با وطن بیان. از هر جانب ادعا شد و از هر جانب پیشنهاد شد با آقای حکمتیار که پروسه صلح بیاید، با نظام موجوده در افغانستان باید همکاری و همیاری بکنه. ولی آنچه که به پیش حکمتیار بود، ملحوظاتی که در پیش بود آمادن در افغانستان نشد و حتی با دولت فعلی افغانستان، چه دولت کرزی و چه دولت آقای اشرف غنی، تقریبا جنگیدن و بعضی از بسیار بسیار انفجارات و انتحاری هایی که در افغانستان بودن مسئولیتش حزب اسلامی به دوش گرفت. اما این که چرا الان آقای حکمتیار آماده شده که به افغانستان بیاید، من فکر میکنم که این علت های خارجی داره و علت های داخلی داره. از جمله علت های خارجی را که اگر ما بخوایم که کاوش بکنیم، یکی است که بین کشورهای ذی‌دخل در قضیه افغانستان زمانی که ما میبینیم تحولات بسیار عمده در این آخر صورت گرفته، وقتی که اتحاد جماهیر شوروی در خفا با ایران و علنا با پاکستان با طالبا اینا آمدن روی مسائل افغانستان و کمک به طالبا اینا مذاکره کردن. در اینجا مسائل ایران، روسیه و پاکستان وقتی که مطرح شد، امریکایی ها تو فکر کردن که اگر زمان طالبا به دست روس ها و نسبتا پاکستانی ها و اکثرا با ایرانی ها در دست از اینا قرار بگیره طالبا، در اینجا ما باید یک بدیل داشته باشیم که بتونیم که منافع ما را در افغانستان حفظ بکنیم. و عربستان سعودی هم نظر بر رقابت هایی که در منطقه داره، اونا هم سر به اصطلاح آقای حکمتیار حساب میکنن، آمدن سر پروژه آقای حکمتیار مثل سرمایه گذاری کردن، تلاش کردن در این مدت ها که تانستن امریکا به نسبت پاکستان، عربستان سعودی و دیگر کشورها، ممکن که ترکیه هم آمدن زمینه را مساعد ساختن که تا آقای حکمتیار قناعت بتن که بیاید در این شرایط در افغانستان ممکن که به افغانستان و به امی شرکایی که خدمتتان عرض کردم در فعلا و در آینده ممد واقع شوند. و علت های دیگه هم که دوستا و که در شبکه‌های اجتماعی، در تلویزیون ها، در رادیو ها بحث کردن، یک علتش میتونیم امیر به اصطلاح قلم داد بکنیم. علت داخلیش است که علت های زیاد رو میتونیم حساب بکنیم. یک علت بسیار عمده‌اش است که وقتی که آقای اشرف غنی در رقابت هایی که در بین گروه های داخل افغانستان وقتی که رقابت داره، از یک خلای جهادی و از یک خلای به اصطلاح مقاومت در برابر روسا رنج میبره. بنابراین این خواست که یک تکیهگاه آیایی که همونجا یک کمبود احساس میکنه به خاطر ازی که نمیتونه پشتوانی عمومی رو داشته باشه. بنابراین هم از این ناحیه رنج میبره و خلایش جدا احساس میکنه. به خاطر پر کردن نمی خلا یک تکیهگاه نیاز داشت
که نمی تکیه‌گاهش این تو فکر میکرد که از طریق آمدن گلبدین حکمتیار میتونه که در برابر رقبایش یک کارتی داشته باشه و همین خلا را رفع بکنه. اینجا یک سوال دیگه مطرح میشه آقای مهربان. در حکومت وحدت ملی در افغانستان جبهه شمال یا جناح شمال یا جمعیت در مجموع دخیل است، شامل است، آقای عبدالله بعیس نماینده اونجا شیشته. درست است که اختلافات جمعیت با خود داره، یعنی آقای اشرف غنی یعنی پشتوانی جهادی داشته در داخل حکومت خود، این نبوده که نداشته باشه، کاملا نداشته باشه. ممکن است بعضی از جناح‌هایی که در داخل جهاد بودن همراه حکومت شریک نباشن، اما جناح عمده جهاد که عبارت از جمعیت باشه و متحدین جمعیت باشه، مثلا حزب وحدت اسلامی هست، بله. جمعیت اسلامی هست، انشعاب حزب اسلامی هست، بله. مثلا قاضی امین وقاد هست، انور ارغندیوال هست، فاروق وردک هست. اینا کسایی هستند که از جمله منشعبین حزب اسلامی هستند و داخل حکومت اینا هستند و پشتوانی حکومت هستند. حتی چوکی‌های وزارت هم دارن، چوکی‌های عالی هم دارن. اگه بیرون از چوکات ساختار سیاسی دولت هستن ولی پشتوانه عقیبی یا پشت جبهه همراه دولت هستن. یعنی آقای اشرف غنی پشتش خالی نبود از جهاد. اما مورد اساسی آقای حکمتیار است بوده از جهاد که حالی باید او را تقویه بکنه. نه اینطور است که صاحب در رقابت هایی که آقای غنی با همین کسایی که در حکومتشان هستند، اینا در ظاهر یک وحدت عام تمامی که ما شما فکر بکنین در ظاهر دارن، ولی در پشت پرده اینا چنان اختلافات عمیقی که در بین خود دارن که تا به حال اینا برای شما و برای تمام مردم افغانستان معلوم است که اینا نتونستن که با توافقی که اینا کردن یک وزیر بیارن انتخاب بکنن، یک وزارت وزیرش بیارن. تا به حال تمام وزرای افغانستان به شکل سرپرست اداره میشن. اختلافات عمیقی در بین از اینا است. با وصف نمادین پشتوانی جهادی از غنی، ولی در عمل و در معنا بسیار دل درد و دل آزرده مجاهدین از آقای غنی دارن نسبت به کارهایی که آقای غنی میکنه، نسبت به اصطلاح با آن تکروی هایی که آقای غنی میکنه، با استبداد رأیی که داره. حتی وزرای ازی آقای وزیر اطلاعات فرهنگ گفت که وقتی که ما می‌خواستیم آقای جهانی وقتی که ما آقای رئیس جمهور ببینیم برای 3 ماه وقت نداد که ما امروز از دید بازدید بکنم. بنابراین به خاطر از اینکه در آینده آقای غنی در قدرت باشه باید به یک تکیه‌گاه جهادی باید داشته باشه. یکی از علت‌های آمدن حکمتیار مسائل داخلی چیست؟ دوم یک تعداد از کسایی که البته در جناح‌های مختلف افراد متعصب و افراد قبیله‌گرا و افراد به اصطلاح قوم پرست هستند. یک تعداد افراد به مثل آقای یون، آقای اسماعیل یون. آقای یون میخواهد که در افغانستان مسائل قومی باید عملی شود و اینا ای تو فکر میکنن که شاید این افکارشان یا اندیشهشان به حق باشه یا به باطل باشه، اما اینا خواستن این کسایی که قومگرا و نژادگرا هستند ای تو فکر میکنن که با آمدن آقای حکمتیار که ای در واقعیت در دوران جهاد مخالفت های شدیدی با گروهای اتحاد شمال داشت یا با فارسیوانا به اصطلاح اگر داشته باشه، این میتونه که ممد اینمی اندیشه فاشisتی باشه. این دیگه علت بوده که تشویق کردن یک تعداد افراد که آقای حکمتیار بیاید. سوم افرادی که از حزب اسلامی که شما چنان که گفتین افراد بسیار کلان حزب اسلامی در دولت مثل آقای ارغندیوال که شما گفتین، آقای انجینیر محمد هستند و آقای وردک هستند و دیگه کلانای حزب اسلامی، ولی یک تعداد افرادی بودن که در حکومت نبودن، اونا هم حکمتیار را تشویق کردن که بیا وسیله شود که تا همین افراد پراکنده حزب اسلامی به دور از بقایایش جمع شود. علت سوم داخلی که حکمتیار وادار ساخته که باید بیاد، علتش است که حکمتیار هم خودش در یک حالت احساس میکنه که دیگه اونمو توانایی و اونمو قدرت سابقه‌ای که داشت، اونمو جلایش و اونمو مؤثریتی که در سابق از اینا بود دیگه نه در جبهات اون مؤثریت داره و نه کلامش مؤثریت داره و نه بسیار کار عملی در افغانستان میکنه. بنابراین یک وقتش خود آزمایش کرد که بیاد داخل افغانستان بیاید با مردم افغانستان بتونه که اگر از طریق بیرون بودن در افغانستان نتونسته که آرزوهایش عملی بکنه در داخل نظام سیاسی افغانستان بتونه با آرزوهایش برسه. این علت‌هایی بود که علت‌های خارجی و داخلی به نظر من که وادار شد حکمتیار یا وادارش ساختن که در این مقطع زمان در این شرایط فعلی داخل افغانستان شود. به نظر شما مؤثر است با وصف از اینکه همینقدر زدوبندهای بیرونی هم بود و مشکلات داخلی هم وجود داره و از نگاه جبهه‌ای آقای حکمتیار از نگاه نظامی
آنقدر جبهه مؤثر مثل طالب نبوده. من طول چند سال گذشته از دوران نظام جدید سیاسی در افغانستان، درست است که زمانی با متحدین با طالب ها متحد بوده، زمانی با حقانی متحد بوده، زمانی مستقل بوده عمل کرده، ولی آنقدر مؤثره که تصور شده میتونه که جبهات آقای حکمتیار بوده باشه در افغانستان نبوده. و حالا در داخل افغانستان چقدر میتونه که جناح‌های مسلح یا جناح‌های مبارز حزب اسلامی در داخل چوکات قوای امنیتی افغانستان بتونه مؤثر واقع شد در مبارزه با طالبان. من فکر میکنم که آمدن آقای حکمتیار به افغانستان در اینجا نظریات متفاوتی وجود داره. یک تعداد افرادی که چنان که گفتیم که مربوط به اتحاد شمال بودن و مربوط به جمعیت اسلامی افغانستان بودن، در برابر آمدن حکمتیار یک موضوع فوق العاده محتاطانه گرفتن. حتی عتیق الله بریالی معاون وزارت دفاع افغانستان برای تمام کسایی که در جمعیت هستند و طرفدارای جبهه شمال بودن، بر از اونا گفتن و علنا در فیسبوکشان گفتن و در میدیا گفتن، در تلویزیون طلوع گفتن که من حیث یک شاگرد جبهه احمد شاه مسعود از طرفدارای احمد شاه مسعود خواهش میکنم که باید در آمدن انجینر حکمتیار به صورت نظریات تندروانه یا نظریات مخالف ارائه نکنن، بگذارن که زمان و شرایط اعمال و کردار آقای حکمتیار ببینن، بعد از خود مردم در باب اندیشه های حکمتیار، در باب مؤثر بودن حکمتیار قضاوت خود بکنند. و همچنان عبدالودود پیمان، یکی از وکلای از قندز است، مربوط به سمت شمال است، اونا هم گفتن که ما از آمدن حکمتیار به نسبت استقبال میکنیم و ما آرزو داریم حکمتیار عملا چنانه که گفته، چنان که نظریاتش ارائه کرده، مصدر خدمت به مردم افغانستان شود. اما یک تعداد از مردم عام افغانستان به دو گروه تقسیم میشه. عام مردم افغانستان که یک تعداد افرادی هستند که بسیار از افراد جهادی، خصوصا از جبهه حزب اسلامی، بسیار رنج دیدن و در جنگ‌های داخلی با راکت‌هایی که از مثل چهار آسیاب فایر میشد، صدها نفر جانشان از دست دادن، وطن ویران شد، خانه مردم خراب شد، یتیم شدن، آواره شدن، اما آرزوهایشان به خاک بدل شد. اینا نسبت به آمدن حکمتیار یک دل بسیار پررنگ دارن، اونا بسیار عقده‌مند هستن. آمدن حکمتیار به هیچ صورتی به خیر مردم افغانستان نمیدانند. اونا میگن اینا وقتی که حکمتیار به داخل افغانستان آمد، رنج ما را، غم ما را، اونمو زخم ما را تازه ساخته. اما یک تعداد افراد دیگه که از تقریبا جنگ 40 ساله افغانستان فوق العاده خسته شدن، اونا میگن که هر کسی که باشه، طالب باشه، به اصطلاح حکمتیار باشه، هر کسی که کی در این وطن به اصطلاح ظلم نکرده، از کمونیستا گرفته تا به اصطلاح حکومت مجاهدین، تا هر کسی به نحوی در اینجا مرتکب یک خطا شده و حکمتیار اگر مرتکب خطای کلان هم شده، بلا پسش بیایم ممکن که افغانستان آرام شود. بنابراین نظر نیک با آمدن حکمتیار داره. اما به نظر من اگر ذهنیت روانی و فکری آقای حکمتیار ما شما مطالعه بکنیم، آمدنش مؤثر بودنش از سخنایش ما شما میتونیم در اینجا در بابش به قضاوت بشینیم. آقای حکمتیار در باب سخنایی که در لغمان زدن، سخنایش به دو بخش میتونیم ما شما تقسیم کنیم. یکی سخنای بود که بسیار مثبت بود، گپای بسیار خوب بودن که ما میتونیم بگوییم که آمدن حکمتیار به خیر مردم افغانستان است. و او یه بود که گفت که برادر ما و شما از این به بعد هر آنچه که گذشته است باید فراموش بکنیم. خوب شده، خراب شده، نیک شده، بد شده، باید به آینده بگریم، به اصطلاح ببینیم، نه به گذشته. دوم چیزی بود که باید ما دست همکاری و همیاری را با هم بتیم تا اینکه وطن ما آرام بسازیم و این وطن ما آباد بسازیم. سوم نقطه بسیار مهمی بود که برای طالبا یک پیشنهاد کرد که برادرها، امی جنگ شما در برابر امی حکومت فعلی نه وجهه شرعی داره، نه وجهه اخلاقی داره، نه وجهه کارآمد داره. بنابراین بهترش است که شما با نظام سیاسی افغانستان به سر مصالحه بشینید، این وطن از راه مفاهمه و مصالحه و گفتگو باید مشکلاتش حل بکنه. و سوم گفت بسیار خوب زد که از این بابت باید هیچ فردی در افغانستان باید یکی از دیگه باید هراس و ترس نداشته باشن. باید اما هراس و ترس ما از یکی دیگه ما باید دور کنیم. کل ما وطندار هستیم، کل ما از این وطن هستیم، یکی از دیگه باید ترس نداشته باشیم. این سخنای بسیار زیبا و دل گرم کننده بود که آدم امیدوار میشه که آقای حکمتیار چی گپای خوب زد. اما گپای منفی که آقای حکمتیار گفت که چنان که شما گفتین، آقای حکمتیار
اولین گپی که اینا گفتن که به دل مردم افغانستان خوش نخورد و مردم در برابرش جدا عکس العمل نشان دادن. این که گفت که ما باید رسانه‌های گروهی باید دانشان بند کنیم، رسانه‌های شریر و لعین. و حتی کلمه بسیار سخت است که آدم استعمال کنه مقابل رسانه‌های بازمی آزادی بیان. جزئی از قانون اساسی افغانستان است که آقای حکمتیار رو به موافقتنامه صلح امضا کرده، تایید کرده، قبول کرده. بله بله. و قانون مطبوعاتی که در افغانستان ساخته شده مطابق به قانون اساسی افغانستان است که آقای حکمتیار او را تعهد کرده که قبول دارم. اینا را باز در عین زمان باز آنچه که مخالف میلش است او را میگه من دانش بسته میکنم که خودش یک بوی دیکتاتوری و تکروی را نشان میده. بله. باز عدم اتحادش با حکومت در آینده نشان میده. و این حرکت حرف درست نبوده. انعکاس بسیار بدی در داخل افغانستان هم داشت، در جامعه بین المللی هم داشت. حتی نماینده ملل متحد اعتراض کرد که یک سیاستگر، یک سیاستمدار نباید اینطور صحبت بکنه. او هم در یک جامعه دموکراسی. یک جای دیگه هم که خب مشکلات زیادی است که ما سر از میایم، از جمله گپایی که امروز آقای حکمتیار به ارگ در بیانیه خود گفت که آمده ایم که بدون قید و شرط با کسانی که در کشور صلح میخواهند همراهی کنیم. میخواهیم که این جنگ بدبخت را که قربانیان تنها افغان ها هستند و تنها در آن خانه افغان و ایران میشود با پایان برسد. یکی از گفتایش. دیگه ایش است که با وجودی که ملاحظات کافی دارم هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ ادبی، اما این ملاحظات را در جای خودش به لای جرگه مطرح خواهم کرد. این درباره قانون اساسی افغانستان است. جای دیگه آقای حکمتیار میگن طالبان برادران هستند. در میان طالبان هم خوب و هم بد وجود دارد. اگر کسی از این انکار میکند جفای بزرگ خواهد کرد. و یک جای دیگه میگه ما برای تامین عدالت نخست به یک حکومت توانمند نیاز داریم که بتواند تصامیم خود را عملی کند. به این اساس میگه که محاکمه جنایتکاران جنگی نباید صورت بگیره، نباید دایر شود. اول باید یک حکومت قوی مرکزی در افغانستان به وجود بیاید، یک دستگاه عدلی قضایی مستقل بدون نفوذ داخلی و خارجی به وجود بیاید. باز بدانه بشینه که جنایتکار جنگی کی هست، وقت تصمیم بگیره. باز وقت همون میگم مایی رو میخوایی نگیری از اون بهش میگی یا همون اصطلاح عام است. اما جالب این چیست که به مقابل این صحبت هایی که امروز آقای حکمتیار در ارگ کرد، چند عکس العمل خدمت شما و به خدمت بیننده عرض میکنم که اول حامد کرزی گفت که اگر یاد شما باشه 2 هفته پیش وقتی که طالب ها مسئولیت حمله به قلوردوی 209 دهدادی را گرفتن، آقای کرزی با عصبانیت گفت دیگه مطالب برادر خطاب نمیکنه. هر کس که مردم افغانستان نمیکشه و مقابلش ایستاد میشه تروریست است. امروز چی میگه بعد از بیانیه آقای حکمتیار؟ من آنها یعنی طالبان را سر از امروز وطندار یا هموطن برادر خطاب میکنم. پس رفتم موقفی که 2 هفته پیش داشت. چی هموطن برادر، چی هموطن برادر یا هموطن ایچو. آقای عبدالله جواب داد که برای این که هم توصیه شما بجا شده باشد که عبارت از توصیه آقای حکمتیار است و هم ما موقع برای قانع شدن کامل در این زمینه داشته باشیم، به اجازه تان آنان یعنی طالبان را برادران حکمتیار صاحب میگویم، البته برای فعلا موقتا. این عکس العمل آقای دکتر عبدالله بود. و یونس قانونی که از جبهه مخالف آقای حکمتیار در گذشته ها بودن، او میگه که تر گفتن گذشته که اشاره است به اظهارات آقای حکمتیار در مورد به عدالت کشیدن جانیان جنگی یا عدالت انتقالی که سرش زیاد صحبت شده بود، آقای قانونی میگه تر گفتن گذشته دید معطوف به آینده، همدیگر پذیری، تحمل یکدیگر، حرمت گذاشتن به تنوع افکار و نظریات راه عقلانی برای رفتن با آینده افغانستان است. که با تمام احترام به تمام بزرگایی که در افغانستان اینا مدت 10 سال واقعا جانفشانی کردن، جهاد افغانستان به پیروزی رساندن با کمک جامعه بین المللی و کمک مردم افغانستان و مردم افغانستان برای برآورده ساختن آمالشان و برای اعتقادشان به باورهای دینی و اعتقادی که دارند و داشتند 1.5 میلیون شهید دادند تا این قیام به ثمر رسید. اتحاد شوروی سقوط کرد، حکومت کمونیستی در افغانستان سقوط کرد، اما در این میان جفای هم بر حق ملت افغانستان از طرف همین برادرایی که
رهبرای جهاد ادعا میشه که رهبرای جهادی هستند، جفای زیادی هم به حق ملت افغانستان صورت گرفت. مخصوصا این جفاها در اختلافات تنظیمی بین گروه های مختلف در افغانستان و بالاخص در دوران حکومت تنظیمی، 4 سال حکومت تنظیمی در افغانستان که از 1992 تا 1996 رفت تا که باعث ظهور طالب ها شد که طالب ها اومدن اونا را از قدرت خلع کردن. اینا به حق ملت ستم کردن، جفا کردن. اگر یک بار دیگه هم همین شعر یاد کرده بودم که گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. اگر همون عدالت انتقالی بیایه که نامده تا به حاله و معلوم نیست که امکانات آمدنش موجود هست یا نه، بسیار امکان داره که تعداد زیادی از این کسایی که امروز ادعا میکنن که بعدم دیگر خدا بپذیریم گذشته را فراموش کنین، دمی گلم پیچانده شوند. از اون خاطرم اینا همین نظر آقای حکمتیار را از دل و جان تایید میکنن. اما سوال اینجاست که فرمودی شما پیشتر هم شما فرمودین که آقای اشرف غنی یک پشتوانه جهادی در داخل حکومت خود قرار ضرورت داشت. اما یک چیز دیگر ما فراموش نکنیم که آقای حکمتیار برای تقریبا 20 سال گذشته، خب اگه به بیرونم بود یا 40 سال گذشته، با همین رهبرای جهادی در یک صف جهاد کرده. تفاوت نظریاتشان در اصول اقدر زیاد نیست، در تاکتیک ها متفاوت بودن و تا به حال هستن، ولی وقتی که مسئله اصولی در میان میاد، یعنی اصولی که تنظیم ها به وجود آمد، اصولی که تنظیم ها جهاد شروع کرد، اینا اقدر اختلافات عمیق نداشتن. در دوران جهاد تاکتیکی اینا با هم اختلاف داشتن ولی عمیقا اختلاف نداشتن. فکر نمی کنین که موجودیت آقای حکمتیار در داخل افغانستان در آینده سیاسی میلان آقای حکمتیار رو به طرف جهادی ها نسبت به حکومت آقای اشرف غنی بیشتر نخواهد ساخت؟ من خدمتتون عرض کنم که سخنایی که آقای حکمتیار در لغمان گفتن و امروز در ارگ به نسبت سخنانشان شدیدتر تأکید کردن و اصرار کردن، یکی از دهلره های مردم افغانستان است. مردم افغانستان دهلره و پریشانیش نمیست که آقای حکمتیار آمده بر نظام بسیار قوی و قدرتمند در افغانستان پافشاری میکنه. نظام قوی و قدرتمند در افغانستان پافشاری به معنای یک استبداد است. ما میخواهیم نظامی باشه که جوابگوی برای مردم باشه، نظامی باشه که در او کثرت باشه، کثرت‌گرایی باشه، عام مردم افغانستان در او اشتراک داشته باشه. اینا پافشاریشون با نظام قدرتمند تک محور مردم پریشان ساخته از سخنایی که اینا میگن. دوم، آقای حکمتیار تأکید کردن که باید نظام سیاسی فعلا بر مبنای شرکت سهامی ساخته شده که باید یکی از جناح‌ها باید استعفا بکنه، کنار بروه، در حالی که مردم افغانستان از مدت‌ها به این طرف تلاش نمودن که تا به یک سهم مشترک عام مردم در افغانستان در اینجا سهم داشته باشه. اینمی بود که شما میفهمین که آقای عبدالله تقریبا 6 ماه قبل گفته بود که ما آرزو داریم که در سر یک سفره با آقای حکمتیار غذا بخوریم. اما این سخنان به اصطلاح تند آقای حکمتیار که از اون اندیشه‌های بسیار سابقه‌اش نشأت میکنه که تا به حال تغییر نکرده، چنانکه قانونی هم گفت که باید انسان باید تغییر بکنه، این مردم به تشویش انداخته که آقای حکمتیار آمده رسانه ها را به اصطلاح نکوهش میکنه، آزادی بیان نکوهش میکنه، برای حکومت دیکته میکنه. بنابراین آقای عبدالله هم اگر بر از اینا گفتن که در حالی که میخواستن که در یک سفره همشان یک جای غذا بخورن، برایشان گفتن که من شما را در تاجیکستان تقریبا 20 سال قبل دیده بودم، تقریبا یک بار طنزآمیز برایشان حمل کردن که یعنی یک زمان شما بودین که از افغانستان رفتین، با هم بودیم، با هم یک جای بودیم، وطن اعلا کردین در اینجا و مردم ما چه در برابر روس، چه در برابر پاکستان، چه در برابر طالبا، چه در برابر داعشی ها، مثل که این رو در سنگرها میر از من و خون میتن و جان میتن و وطن ما رو نگاه کردین، دیگه تو اینقدر حق نداری که بیایی برای مردم ما بگویی که تو باید استعفا بده و استعفا ندی، چه بکنین چه نکنین. یا پارلمان یا نظام پارلمانی در افغانستان کارگر نیست. نظام ریاست جمهوری تک فردی باشه. و شما گپ خوب زدین در لغمان که باید طالبا بیاین در سر میز مذاکره بشینن و گفتی که طالبا حق مشروع ندارن که در برابر حکومت در برابر نظام جنگ کنن. و این روز اینا برادر خطاب کردی و طنزآمیز آقای عبدالله برازی گفت که
ما سابقا با رئیس جمهور سابق هم اختلاف داشتیم روی مسائل برادر خواندن طالبا و الان هم برای من اجازه بده که من حیث یک شهروند ما اختلاف نظر داشته باشم که طالبا را ما برادر نمیگم، از این به بعد طالبا را برادر آقای حکمتیار خطاب میکنم. یک سخن بسیار تقریبا کوبنده بود. بنابراین من تو فکر میکنم که آقای حکمتیار نظریاتش اونمون نظریات تقریبا 25 سال قبل بسیار تشددگراست. شما که میفرمایید که درست است که کسایی که از جمله مجاهدین در افغانستان جفا کردن، جنگ‌های تنظیمی در افغانستان صورت گرفت، مردم به اصطلاح بیخانمان شد، باید هر کسی که جفا کرده باید در میز محاکمه و به عدل کشانده شود و هیچ کسی حق مردم افغانستان بخشیده نمیتونه. اما به باور من کسایی که در نظام سیاسی افغانستان در تو 15 سال کار کردن، اینا به مسائل زمان و شرایط خود تقریبا عیار ساختن. اینا آماده پذیرش دیگران هستند، اینا آماده پذیرش تحول هستند، اینا آماده پذیرش به اصطلاح روشنگری در بین جامعه هستند. اینا میخوان که زنها در نظام سیاسی افغانستان باید کار بکنن، تحصیل داشته باشند، باید مردم ما باید همگرایی داشته باشند، با هم صحبت بکنیم، مشکلات ما را از راه تفاهم باید حل بکنیم. اما اگر آقای حکمتیار میگه که موسیقی باید در افغانستان نباشه، میگه که باید رسانه ها باید سانسور شود، میفهمی جناب محترم؟ یگانه چیزی که در افغانستان من برش اهمیت قائل میشم، یگانه چیزی که برای سرش آدم باید برش آفرین بگوید، نه در پاکستان یعنی شده، نه در عربستان این مسئله است، نه در ایران است و در هیچ کشور همسایه ما نیست. یعنی مسائل آزادی بیان است در افغانستان. در افغانستان مردم مجال از این داره که ما فی ضمیر خود بیان بکنن، از رئیس جمهور انتقاد بکنن، از رئیس اجرایی انتقاد بکنن، از وزیران انتقاد بکنن، از وزرا انتقاد بکنن، از رئیسای پارلمان به اصطلاح از وکلا انتقاد بکنن و ما فی ضمیر خود برای مردم بگوین. بنابراین اگر حکمتیار اینمی یک چیز نسبیه که برای ما یک خیر آورده، اینم به اصطلاح قطعاً بکنه برای مردم مجال تنفس بده، دیگه برای مردم ما چیزی نمیمونه. میفهمی یک دانشمند در آلمان گفته بود که ما آماده هستیم که جان من نثار بکنم تا تو بتونی گپت بزنی، تا نباشد، میفهمی که عطار تقریبا چند صد سال قبل گفته بود، تا نباشد در جهان امکان گفت کی توانستی گل معنا شگفت. تا که تفاهم نباشد، تا که گفتگو نباشد، تا تبادل نظر نباشد، ما نمیتونیم که به شمشیری وطن جور بکنیم. میفهمی که آقای خلیلی رهبر حرکت اسلامی گفت که ما با شمشیر، با بیان زور ما نمیتونیم با جنگ در افغانستان صلح بیاریم. همچنان استاد سیاف گفت که با طنز گفت که زمستان میره روسیاییش به اصطلاح به زغال میمونه. یعنی معنی عزیز که یک تعداد افرادی که بر جنگ پافشاری میکنن، چه بهتر است که آقای حکمتیار مو گپایی که در لغمان گفته اونا رو تصحیح بکنه، بیاید صراحتاً با مردم افغانستان بگوی که مردم افغانستان شما برادرای ماست، نور چشم ماست، یک اشتباهی ما مرتکب شدیم، این جرأت اخلاقی رو بکنن، در دل مردم جای میگیره، گذشته ها رو فراموش بکنین، ما اشتباه کردیم، کی نیست که اشتباه نکنن. وقتی که میگه که جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوای بیگناهی، ما اشتباه کردیم، تقصیر کردیم، بیاین با هم دست با دست بدیم، دیگه جنگ نکنیم، یکی دیگر را نکشیم، مکتب بسازیم، مدرسه بسازیم، به جای تفنگ قلم به دست فرزندای ما بدیم، تمام اقوام برادر خطاب بکنه، هیچ گاهی از حکومت قوی مستبد باید حمایت نکنه، حکومتی باشه که در او مشارکت قومی باشه، مشارکت تمام اقوام افغانستان در او باشه، البته بر مبنای شایسته سالاری، بر مبنای توانایی، بر مبنای تخصص، بر مبنای فهم و بر مبنای دلسوزی و پاکی، نه بر مبنای ازی که مثلا از فلان قوم مثلا یک وزیر باشه و خائن باشه. به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. من فکر میکنم که آقای حکمتیار باید چنان که آقای قانونی گفتن که باید شرایط زمان درک کنن. مردم ما و جوانای ما، دانشگاهیای ما، میفهمید قانونی بر از اینا گفتن که جناب حکمتیار صاحب 21 سال قبل که شما از افغانستان رفتین، بفرمایید تلویزیون آریانا افغانستان برنامه دیدگاه. آقای رئیس سلام احترامات خدمت شما و آقای مهربان تقدیم میکنم. من نامم بخوایی است، از ویرجینیا به شما تلفن میکنم. تشکر، مهربانی کنین، بفرمایید، لطف شماست. نظر دارم که دهن خبرنگارا رو بسته کنین. این معنی از این نداره که خبرنگارا نباید آزادی بیان داشته باشن. در قسمت وقتی که جنگ می باشه و نگارا همین روز اگر شما متوجه شده باشین
در بدخشان جنگ بود، قوا را روان کردن. پیش از اوی که دشمن خبر شود کلش یا خبر کردن که این قنفر این قرار در فلان جای به جای شد. درست. نباید در موضوعات جنگی من یک سال مسئله پلیس بودم، ببخشید سابق مهربانی با قایی صاحب. نباید موضوعات جنگی را قوای دوسته تلایش تجهیزاتش رسانه ها به اذهان عامه خصوصا به اذهان دشمن برسانند. در این نقطه من هم نظر هستم که باید این از بین بره. نباید یعنی اسرار دولت و آنچه به منافع ملی تعلق میگیره باید کمک سرش توجه شود که اینا پیش از پیش افشا شود. نظر دوم شما چیست؟ انتقاد دوم شما چیست؟ انتقاد دوم است که بیشتر آقای مهربان گفت که یک حکومت استبدادی را میخواه. من طرفدار حکمتیار نیستم. من اولین کسی که برخلاف حکمتیار است هستم. از این جواب نیستم، از این جواب نیستم، یک آدم عادی هستم. نه دوستم، نه از او تنها افغان هستم و مسلمان. مهربانی سه از جمعیتی هستم، نه از گلبدیوی هستم. باعث یک افغان شما حق دارین هر نظری که داشته باشین. مهربانی کنین. بر جنای هم که باشین فرق نمیکنه. مهربانی کنین. حکومت قدرتمند باید باشه. شما فکر کنید اگر یک حکومت قدرتمند نباشه این ملک اسلام میشه؟ در صورتی که امروز شما شنیدین خودتون مهمدار در اخبار و در روزنامه همیشه تشبه دارین کل معادن افغانستان به تاراج رفته. گفت که نیم نفر وزرا و وکلا در این عمله دست دارن. چطور شده میتونه که این قدرتمنداره این هر کلامش که با یک نفر ارتباط داره، با یک حکومتی ارتباط داره، با یک وزیر ارتباط داره، با یک قدرتمند دیگه ارتباط داره، یا چطور قلق خم کرده میتونه هیچ امکان نداره. تا یک حکومت قدرتمند نباشه یک اندازه جای باید جام باشه، ظالم هم باشه. بسیار تشکر جناب بقایی صاحب از نظر شما. سوالات شما رو هم گرفتم، نظر شما رو هم گرفتیم. ان شاءالله سرش تبصره میکنیم. همین فرصت مساعد شوه ان شاءالله تو وقت داریم. من خواهش دارم که تبصره کنین. اگر غلط آمد نه خدا نکن. نه غلط نیست. نظریات شما صحیح است. خب حق نظر شما تو که در اول عرض کردم همین شما بیننده های ما دارین. شما محترم هستین، برای ما نظرتان محترم است پیش ما. من یادداشت شما رو گرفتم، یادداشت گرفتم. ان شاءالله سرش صحبت میایم و این نوبت ان شاءالله سرش صحبت میکنیم. بسیار تشکر از تشریف آوری شما به این برنامه. با احترام به عرض شما. زنده باشید. تشکر محترم از شما. یک تلفن دیگه هم بود. خب تا که تلفن دیگه بیاد صحبت آقای بقایی اول سر آزادی بیان گفتن. ما هم طرفدارشان در یک مسئله هستم و در خود مطبوعات آزاد، حتی در ایالات متحده آمریکا که از پیشتازان یا پیشقدمان آزادی مطبوعات است در جهان، شما اگر تلویزیون ها را متوجه شده باشین، هر زمانی که موضوع منافع ملی مطرح میشه و یا یکی از اسرار دولتی مطرح میشه، با تمام آزادی هایی که وجود داره، چون در وقت مسئله منافع ملی میشه اونمونجا اینا متوقف میشن، نمیخواین سرش زیاد برن یا سرش گپ بزنن، صرف خاطر ازی که منافع ملی چیز است ای بازگی هستن. مهربانی بفرمایید. تلویزیون آریانا افغانستان، برنامه دیدگاه. آقای علی و دوست محترم آقای عمر مهربان، مهربانی سه قبول کنید. مهربانی. سلام با شما. سلام با شما. مهربانی. آقای غنی، ما یکی از کسایی هستم که در زمانی که حکمتیار در فاکولته انگلیسی بود ما در پلی‌تکنیک درس می‌خوندیم. بله. حکمتیار صنف 2 بود و ما صنف 3 پلی‌تکنیک بودیم. بله. نزدیک راز می‌شدیم برای که در غیر پلی‌تکنیک هم زندگی می‌کرد. برای صورتی اون طرف می‌بینیم با یکی از کسایی که ما همراهش در یک اولنگ بامیان چی شدم آشنا شدم. او سیدال سخندان بود که در فاکولته ساینس ریاضی فیزیک درس میخوند. بله. ما معلم خطاطی بودیم در یک اولنگ. دیگه سیدال سخندان در اواخر بهار گلبدی حکمتیار امرای تبردین مقابل فاکولته طب کشت که شاهدای جای احمد در کابل حیات دارم که میگه. دیگه به این صورت ما از آقای شما و آقای مهربان سوال میکنم
میگم نکردیم منکر میشه، اما این بیشی مشهود بود. آیا گلبدی حکمتیار عقل عبد که میگن از فامیل سیدار اگر نباشید سرازی چی از نقطه نظر شریعت اسلامی باید جاری شد و همچنان میتونه که باید قبل سیدار از اون معذرت بخواه بگوید من جوان بودم، احمق بودم، من اشتباه کردم. خوشبختانه جناب هاشمی صاحب که امشب یک قاضی با خود داره. قاضی امور انشاءالله با اینا مطرح میکنیم. بسیار تشکر از تلفن شما. تشکر با من خدا. تلویزیون آریانا افغانستان، مهربانی بفرمایید برنامه دیدگاه. مهربانی بفرمایید. بله رئیس سلام، من خدمت شما و مهمانتان احترامات تقدیم میکنم. زنده باشین. مهربانی. سوال داشتم اگر شما و مهمانتان سرازی تبصره بکنید و سوال من است که فرق بین حکمتیار و مشا مسعود ربانی و امثال هم در کشتار مردم به شمول سیاف در کشتار و قتل و قتال مردم چیست؟ حکمتیار اگر شهر کابل و ایران ساخت به حق مردم جفا کرد، خیانت کرد. مسعود به حق مردم های بنیسار و اطراف سیلو و خوشحالخان چی نبود که نکرد. بهترین سلاح افغانستان که لونا بود اون سر مردم خود ما استعمال کرد که امروز اگر ما اون سلاح رو می داشتیم شاید می تانستیم در مقابل پاکستان و دیگر دشمنان خود از او استفاده می کردیم. اردوی توانایی که داشتیم آمد شاه مسعود از بین برد. تمام سلاح و زیر پوش و تیاره و توپ و تفنگی که داشتیم آمد شاه مسعود و دشمنای ما فروخت و امروز ما به دست خالی و مجبور هستیم که توپ و تفنگ پاکستان رو تحمل بکنیم. چرا من نمیفهمم که از دیگر کسایی که در حق مردم جفا کردن هیچ چیز کسی نمیگه و تنها حکمتیار ما با همه موافق هستم که حکمتیار جنایت کرده و حکمتیار باید محاکمه شود، ولی دیگرها چرا؟ یکی از دو خاین ملی، یکیش به لیست سیاه میره و یکیش قهرمان ملی میشه. تفاوت چیست و در کجاست؟ من میخوایم سوال شما و مهمان گرامیتان از طریق تلویزیون به من پاسخ بدید. تشکر. آقای کامران از کانادا فکر میکنم تلفن کرده بودن. تشکر بسیار از شما. لطف شماست. خلاصه یکی موضوع مسئله حق العبد است. بله. که اونا مطرح کردن آقای هاشمی از ویرجینیا. بله. یکی موضوع دوم که آقای کامران مطرح کردن و پیش از دیگه تلفن رو بگیریم مختصر به هر دو موضوع میپردازیم که قناعت بیننده های ما فراهم شد. میریم به تلفن های دیگه. این که در شریعت اسلامی و در قانون عام بشری هیچ کسی حق نداره بدون محکمه، بدون فیصله محکمه، بدون حکم محکمه کسی را به قتل برسانه. هیچ کسی حق نداره به نام ایدئولوژی، به نام طرز تفکر، به نام سارق، به نام هیچ چیزی کسی را به قتل برسانه. و ورثه یک مقتول میتونه در محکمه ادعا بکنه و ادعایش بر مبنای مسنادی که ارائه بکنه مقتول قصاص میشه از نگاه شریعت اسلامی. چه حکمتیار باشه، هر کسی که باشه، هیچ کسی حق کسی را بخشیده نمیتونه. نه حکمتیار بخشیده میتونه، نه هیچ نظام سیاسی بخشیده میتونه. این خیلی واضح است که کلگی مسلمان‌ها و کلگی میفهمه. میمونه فرق مسئله جواب برادر ما که بین فرق احمد شاه مسعود و حکمتیار ربانی و سیاف و غیره. من میگم پیشترم گفتم که هیچ کسی پاک شده نمیتونه. تمام انسان ها جایز الخطا هستند. تمام انسان ها ممکن که خطا بکنن، چنانکه گفتیم که وقتی که پدر ما که آدم از خطا میکنه دیگه تمام انسان ها خطا پذیر هستند. اما فرق فاحش و کلانش است که
احمد شاه مسعود در ابتداها و الان هم کسایی که با حکمتیار وقتی که چی میکنند مخابره گپ میزنن میگه آقای حکمتیار من حیث یک قماندان هستم برای شما میگیم که نظام سیاسی تون در پاکستان بسازی بیا در افغانستان حکومت بکنه حاجت به جنگ نیست به جدال نیست حکومت دستایش بالاست نظام سیاسی رو برای ما و شما تسلیم میکنه دیگه لازم نداره که با هم بجنگیم و در طول تقریبا 20 سال فریاد مردم مجاهد افغانستان بود که آقای حکمتیار دست از جنگ بردار از راکت پراگنی بردار بیا با هم روی مسائل مهم کشوری و لشکری با هم صحبت بکنیم و توافق برسیم امی بود که مردم ما با مشکلاتی که دامنگیرشان شد امی احمد شاه مسعود در برابر پاکستان تقریبا در برابر پاکستان جنگید و با پاکستان اخطار داد و تمام افغانستان و پاکستانی ها با واسطه طالبان گرفتن تنها بدخشان تخار و پنجشیر اینجا مانده بود که طالبان شکست خوردند احمد شاه مسعود هیچ گاه توپ طیاره افغانستان با پاکستان نفروخته بلکه در برابر پاکستان استاد شده و احمد شاه مسعود نمی بود ما یقین دارم این نظر من است نظر اکثریت مردم افغانستان است امروز افغانستان صوبه پنجم پاکستان می بود تلویزیون آریانا افغانستان برنامه دیدگاه مهربانی بفرمایید من لایف هستم مستقیم بله بفرمایید از کجا تلفن میکنید من فکر میکنم که از تلفن میکنم نام فریده من خواستم بکنم تفسیری که میشه راجع به ورودی حکمتیار به اینجا جریان داره بله مهربانی میخواستم بگویم که آقای ورودی حکمتیار در اون سالی که تمام مجاهدین رفتن و رسالت کشیدن اگر این میرفت به سمت یک افغان در افغانستان که ما اطاعت میکرد و به اشتراکی صدارت داده شده بود اگر باعث مجاهد اینه که با خدا کار میکنه بودن برای دین کار میکنه اگر می بود مجاهد صدارت می منعیس در شاوری قبول کار میکرد رئیس شاوری میششتن یک قانون میساخت به انتخابات میامد حکومت میگرفت اون وقت بود که یارم مدار اعتبار میشد و نامش در طلاق در خط اطلاعی افغانستان نشته میشد آری که میره در افغانستان یا رفته نظر من اینمیست ایران کار در افغانستان رفته عدف عزیز که فقط بیده پاس مقام بگیره یا وقت که روان شده که پاس بیده نجار داره خلق کنه و ما نفس یک مسلمان اکریم ایست که خداوند قبض روی رزید رویشه کنه که روی دمیجی که قبض رو میکنه و دمیجی که میگره و دمی خونا و این مردم یکی کشته و دمیجی که زیخت دمو خاک افغانستان ببینه ایمین نظر ما بود و اوی یک انسان سیمی بود بسیار تشکر فریده جان نمیشدیم و امروز هزارها نفر ما که شهید میشن اشتقا و طفلا فامیلا یتیم میشن کلش از خاطر نظمی آدم است تشکر از نظر شما گرفتم نظرتان بسیار تشکر لطف کردید تشکر زنده باشین تشکر خب خانم فریده نمیفهمم از کجا تلفن کرده بودن تلفن جر بود نفهمیدم که جای خود کجا گفتن بله. اونا نظر خود گفتن درباره آقای حکمتیار مشکلی که در مورد یه حرفا وجود داره نظر خانم فریده صایب است بی شکی نیست آقای حکمتیار اگر از اون ابتدا یک نوع تفاهم همونطور که سایر رهبرای جهادی با هم کردن آمدن تا کابل ششتن خوب یا خراب با هم متحد شدن اگر همون کار آقای حکمتیار هم قبول میکرد رئیس صدراعظم آمده بود واقعا تعیین شده بود رئیس صدراعظم که پسان استاد فرید معرفی کرد استاد فرید هم نامت چوکی خود نگرفت ولی همه ما شاهد بودیم که آقای حکمتیار رئیس صدراعظم حکومت تنظیمی یا حکومت مجاهدین افغانستان بعد از اقدام جهاد از چهارراه کابل رو بمبارد کرد خودش هم صدراعظم بود قصر خود بمبارد کرد قصر خود با راکت زد اینا حقایق تاریخی است که نمیشه آدم از اون منکر شود و نه هم ملت میتونه رو فراموش بکنه اما یک چیز ملت میتونه فراموش بکنه یک چیز ملت میتونه که کار بکنه و هم در صورتی که یک عمل بالمثل از طرف مقابل ببینه به فرموده شما اگر آقای حکمتیار همونطور به لغمان استاد میشد بیانیه اول خود میگفت که مردم او ملت ما آمدم مثل هر انسان دیگه در گذشته ما هم اشتباهات داشتم و امروز از اون اشتباه خود ما متوجه شدم پس آمدم به خدمت شما هستم همراه شما هستم همونطور که سایر کسای دخیل در جنگ در افغانستان
به جنگ حلوا بخش نمیشی، یک ضرور مسئله معروف است. همونطور که اشتباهاتی از تمام کسایی که در جنگ ها دخیل هستند سر زده، از ما ممکن است سر زده باشه. از شما ملت معذرت میخوام، آمدم به خدمت شما هستم. ما فکر میکنم مسئله حل میشد. تنها کسی که همین کار کرد یا با حساب برای به دست آوردن چوکی بود، یا به حساب سیاسی بود، یا به حساب کدام چیز دیگه بود. زمانی که آقای رشید دوستم رئیس معاون اول اشرف غنی در انتخابات معرفی شد، گفت ما اشتباه کردیم، معذرت میخوام از شما، ما گذشته کارهایی که کردیم کار درست نبوده. به طول امی مدتی که همون ما شاهدش هستیم، تاریخ زنده هستیم، همین که پیشتو ما میاد دیگه اوتر یک از رهبران من ندیدم استاد شد بگه که الله بله ما اشتباه کرده بودیم. اینمی شجاعت و اینمی جرأت اخلاقی را متاسفانه نه تنها آقای حکمتیار که هیچ کدام تابانه نداشتن، نشان ندادن. نظر شما چیست؟ من فکر میکنم صاحب که آقای حکمتیار وقتی که آمدن خوش آمدن و خیر آمدن. فکر میکنم که اگر آقای حکمتیار ای کاش که یک چند سال قبل می آمد، ای کاش که 15 سال قبل می آمد، 10 سال قبل می آمد، 5 سال قبل می آمد، عالی هم که آمده آقای حکمتیار صادقانه به خاطر خدا، به خاطر مردمش بیا در جهت خیر و جهت فلاح، در جهت همگانی، در جهت وحدت، در جهت پذیرش مردم افغانستان کار بکنه. مسائل ایدئولوژیک، مسائل طرز تفکر، مسائل سنی و شیعه و به اصطلاح تنظیمی را به جایش بگذاره. مردم ما بسیار درد دیده هستند، مردم ما بسیار غم دیده هستند. باید صادقانه کار بکنه و در دل مردم جای پیدا میکنه و مردم نیازمند این تو اشخاص هستند. و یکی و این مربوط میشه به رهبرا و به آقای حکمتیار که پیشنهاد ما است که وقتی که دیر آمدی، ای کاش که وقت آمدی، عالی که آمدی، باید صادقانه این گپای تند تیز باید بلیاز خدا دیگه نگو، باید برای مردم ما از رفعت، از ملائمت، از دوستی سخن بگو و برای مردم آماست. جناب محترم، برای مردم آماست که دیگه پشت رهبرها بسیار نروند، باید خودشان آینده رو فکر بکنن، جوانا رو باید مجال بدن، متخصصین مجال بدن. عالی تو قحط الرجال که نیست که تنها گلبدین است و سیاف است و به اصطلاح 4 نفر دیگه است، دیگرها رو مجال بدن که خدمت کنن برای مردم. بفرمایید. تلفن آخری رو بگید. بله مهربانی بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم. از کجا تلفن میکنیم محترم؟ ما از کالیفرنیا از تریسی تلفن میکنم. خب مهربانی اسم مبارکشون نفهمیدم. همسایه ما هستین. بله. ببخشید وقتانه گرفتم. مهربانی. که از جناب قاضی صاحب سوال مگیش گفتم که اگر ورثه اقامه دعوا در محکمه بکنه، گلبدینه میتونن که در محکمه کشف کنن. بله. اما فکر میکنم در همین اینا کمی اشتباه کردن، شاید یا من اشتباه کنم. اما کسی که در منافع مملکت و در عموم مردم و در یک منطقه جرم جرایم و قتل قتال میکنه، در اون صورت دولت است که او را به محکمه کشف کنه و او ایتون نشد که فرض مثال ورثه پیدا نشد و گلبدین از سنگ قانون فرار کرد. چون که در زمان پیغمبر ما خود پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم 70 نفر منافق خائن گفت بیرون که زدن سرش. جناب قاضی صاحب شما در این اشتباه کردید. یکی دوم دیگر گلبدین حکمتیار در سال 92 ما در چینل پی بی ایس یک هفته سر کردم، واضح اینا معلومات دادم. گلبدین حکمتیار یکی از کارکوفته‌ترین و کهنه‌ترین سیاهی است که کار کرده و این امروز به چی خاطر در اینجا آمده؟ به خاطر از این آمده که پلان‌های غرب در مناطق شرق و آسیای مرکزی کار نمی‌کنه، باید حکومت دیکتاتوری را به وجود بیارند و دیگه تمام از این دیگه وقتی که من برادران پشتون میگم همه را خطاب نمیکنم. در بین برادران پشتون بسیار مردمای خوب مؤمن مسلمانی وجود داره، اما یک عده قدرت طلب از این کار استفاده میکنن به خاطر از اینکه صرف پشتونیزم در افغانستان باشه. من مثال میتونم. اگر جناب محترم ما فقط 1.5 دقیقه دیگه وقت داریم که بتونیم از شما خداحافظی کنیم، از بیننده های خود خداحافظی بکنیم که وقت پروگرام به اختتام است. اجازه بدید یک کلمه واقع مانده. اجازه بدید. بفرمایید یک کلمه تانو مهربانی کنید. در زمان کرزی مردم انخور آمد گفت که ما آب نداریم، از دریای آمو برای ما آب بکش. کرزی در جوابش گفت که ما 5000 ناقل در انخور جابجا میکنیم، مادرزه برای شما آب میکشیم. تشکر بسیار تشکر. در زمانی که اتفاق
اسلامی در بین مردم ندیه، اقوام هیچ وقت تسلیم یک اقوام دیگر نمیشه. و برادران پشتون از خدا بترسن، عدالت باید وجود دارن و مملکت آباد کنیم و در پیش خدا سربلند شیم. در غیر از اون مسئول آخرت و تقوا در دنیا هستن. تشکر از نظرتان. همونطور که در اول عرض کردم نظریات تمام بیننده ها برای ما محترم است، نظرشان است. فقط یک تذکر دوستانه و برادرانه که جامعه داخل افغانستان مشکلات زیادی دیدن و هر روز است به نام قوم، مذهب، زبان، منطقه، سمت قربانی میدن، تلفات میدن، توبیخ میشن، توهین میشن. ما و شما از بیرون نباید انعکاس دهنده نظریات منحط یک تعداد باشیم که جناب مهربان در آغاز هم به او اشاره کردند. فقط برادرانه از تمام دوستا خواهش میکنم که همینطور که این پروگرام در اول شروع کردم و گفتم این پروگرام متعلق به تمام ملت افغانستان است، به تمام زبانها، اقوام، قبایل، قبیله، عشیره، هر